سلام بر بچهای گل و گلاب و دوست داشتنی، خوش اومدید به چنل خودتون. بچه اگه شما هم دارید بن یک روزه، یک هفته، یک ماه، 3 ماهه و حتی بعضیا شاید پرمننت خورده باشید، این ویدیو رو از دست ندید. ولی بچه ها شما یک VPN کانکت میشید، حالا فرق نداره کنش براتون رو اون هات اسپات کار میکنه و میرید سرچ میکنید تو گوگلتون گیم لوپ. اولین سایتی که اومد سایت آفیشال خود گیم لوپه، مال سال 2025. خیلی هم میگن دانلود بالایی رو بزنید، ولی من میگم نزن برادر من، اون خوب نیست. این که میاد برات بزن، کارافتی تو موبایل که میاد، چون یه نسخه مخصوص خود کارافتی تو موبایل رو بهت میده دیگه. چیزی که من احساس میکنم اینه، شما اینو دانلود کن، بزن دانلود، همتون دیگه ماشاءالله نصبش رو برید. نصبش کاری نداره که یه اوپن فایل یه لوکیشن خاص خودشون میدی نصب میشه. البته باید دی ان اس و فیلتر چکن داشته باشه و اینا نصب نمیشه. خب حالا چیکار میکنیم تو اینجا که ما این کار انجام دادیم دیگه؟ ما این قسمت کاری نداریم، وارد خود گیم لوپ میشیم. اینجا سرچ میکنیم کال آف دیوتی موبایل. چرا اسپیس میزنیم؟ کال آف دیوتی میاره. اینجا بزنید اینستال. بچه این قسمت اینجا هست به نام دانلود بار. آره اینستالر فرق نمیکنه. اینجا براتون میاد حجم فکر کنم 2 خورده گیگ داشته باشه. شما چیکار میکنید؟ شما اینو آپدیتش میکنی. بچه ها اینو دقت داشته باشید، اگر مثل گیم لوپ چینی بلند شید برید اندروید امالاتور جداگونه، مثل این حالتی که الان براتون اینجا میارمش، با وی ام 100 جداگونه برید داخلش و کالاف رو به صورت دستی نصب کنید، بن میشید. نکنید این کارو. خب شما اینه که دانلود کردید 100% میشه بچه ها، نترسید پشماتون نریزه وای چی کار کنم دوباره گوشی رو برداره یوتیوب، چرا نصب نمیشه، چیکار. نکنید این کارو. بهتون توضیح میدم. بیایید و این روال رو برید جلو، یه نیم ساعت 40 دقیقه ولش کنید، این نصب میشه، خود کار نصب میشه، هیچ مشکلی دیگه از اون بابت ندارید. یه امولاتور اینطوری براتون باز میشه، بس بازیش کنم ببینید. میبینید چیز خاصی نداره، همون ستایی که بوده. خب الان ما چی کار میکنیم؟ وارد خود گیم لوپ میشیم، اینجا وارد ستینگ میشیم. بچه ها بازم بهتون میگم این بازم که میخوام البته بهتون بگم تو ویدیو قبلی گفتم، الان میگم بازم گفتم یادم نمیاد. شما وارد ستینگش میشید. این صفحه اول فقط تیک اینو بزنید، هیچ تیک دیگه ای نزنید. حالا یه سری بچه ها مشکلات براتون در آینده پیش میاد که این تنظیمات اگه نزنید براتون پیش میاد. اگه بزنید که خدا رو شکر، خدا رو شکر بزنید دیگه. اگر بچه سیستمتون تقریبا متوسطه، بزنید دایرکت ایکس، این 4 تا هم فعال کنید. اینا هم نسبت به رم خودتون و هستای سی پی خودتون، حالا دوست داشتید 100% بدید بهش. شاید شما ریکورد نمی‌کنی، شاید گیم پلی نمیگیری، شاید استریم نمی‌کنی، دوست داشته باشی حتی اکثر مثلا هسته‌ای که سیستم داره رو چیکار کنی؟ شما دوست داری مثلا بدی بهش. خب الان مثلا من هسته سی پی ام چقدره؟ من 20 تا هسته داره سی پی ام. این 20 تا رو 8 تاشو اختصاص دادم به 32 گیگ رم دارم، مثلا 8 تاشو دادم به. یا مثلا کارت گرافیکم 24 گیگ، چیز گزینه نداره، فقط خواستم بگم 24 گیگ. تو چقدر نمکی مدل بشید. اینم اینو که بزنید خودش حالت آپتیمایز ایسوس راگ 2 رو براتون میاد. به تو قسمت گیم، حتی اگر گرافیک ناموسی دارید مثل من، مانیتورتون خوبه فلان ویسا، نذارید روی 2K 1080 الکیه. بهتون میگم شما انجام بده، اگه بد بود بیا توف کن تو صورت من، اونم تست کن، اونم تست کن. اینو اوکی کن، سیو کن، هیچ مشکل نداره. خب بچه ها شما چیکار میکنی؟ بذار من ببینم مثلا گیم لوپ چیزشو کجا گذاشتم. این گیم لوپ اینجاست. شما یه اوپن فایل لوکیشن میدی، باز رفت من تو قسمت تیکس گیم اسیستنت دیدین که چیکار کردم؟ اومدم قسمت، حالا میرم تو یو آی، میرید پایین پایین، بذار بگردم پیداش کنم کجا رفت، تو رفت بالا. what the heck. تیکس تی اس تی ستینگ، ولی مهم نیته. خب اینجا رو دقت کنید که تنظیماتتون همونطوری باشه. بچه اونجا رو که اوکی کردید، بستید، گیم لوپتون تموم شد، شما دیگه مشکل نداری. می چیکار میکنید؟ می داخل این قسمت طوفانی. خب نه دارم چرت و پرت میگم. اینم بذارید همونطوری که اونجا گذاشتید، چون اینجا ذخیره نمیشه. بعدم
میرید وارد اندروید مانیتور میشیم. یه باگ هم هست جدیدن اینجا، من نمیدونم چرا پیش میاد. اگه کستون میدونید بچه تو کامنت بهم بگید که چیکار میکنید مسئله براتون دیگه پیش نمیاد، چون خیلی اذیت کننده است. حالا اگه باز روشی برای این مسئله که اینجا دارید میبینید که چه اتفاق، منظورم از باگ چیه، اگه راه حلی داشتید، حالا الان نه خدا رو شکر نخود، میاد تو صفحه لاگین وای میسته، دسترسی و همه چی قفله، با حتما یا گیم لوپ تو ببندی یا باز کنی، اون نمیدونم. خب وارد بخش ستینگ میشیم بچه. تو بخش ستینگ هم شما کار خاصی نمیخواد بکنید، اینا هستن. حالا اگر میبینی مثلا حال نمیکنی با لو کمی سیستمت بالاتره، مثلا میتونی اوکی تری بذارش روی مدیوم ولی بالاتر نره. تنظیمات اینجا ما کاری نداریم. حالا میخوایم بریم از روونی، من شو اف پی اس هم بزنم، از روونی بازی میخوام بهتون بگم پرکتیس رنج که ببینید چقدر روونه. هیچ مشکلی شما از این بابت نخواهید داشتی که از دانه قدیمی هم بکشیم. میبینید اف پی اس رو نگاه، اف پی اس رو نگاه بالا، میبینید دیگه اف پی اس رو، مشکل نداره که. خب حالا بریم یه تست دیگه انجام بدیم براتون، ادوات بزنیم. خب وقتی با تا اد میشه، حالا میبینید که دیگه حالت عادیش اف پی اس کم نمیکنه. حالت عادیش اینه که شما برید تو اسکوپ ببین 5 تا اف پی اس دراپ داره. حالا یه تیر بزنید، این قاعدتا من دارم اینجا اف پی اس هم نگاه میکنم، شاید میس بدم بچه، اون خیلی دقت این چیزا نداره. میبینید مشکلی از این بابت ندارید و خدا رو شکر خیالتون از این بابت راحت. مرسی که ویدیو رو هم تماشا کردی، منت سر ما گذاشتی، قربونتون برم، مراقب خودتون زیبایاتون باشید، چنل هم سابسکرایب داشته باشید.